آقا ما سلام خدمت رفقا، ما بیدار شدیم گفتیم که بره بغل ماست، یهو دیدیم که آقا یه دونه شیرمرد قایم شهری با 4 تا ملاقه و پلوپز پارس غزل خریده برای من. میگه اینا که تدیگ میزنه اینو بس بگی ببر متی. کجا ببرم؟ بده به یکی دیگه. این چیزایی برای من کچه خرید برای ما. این چوبا چیزی هم خرید. اینم خرید. قاشقو میذاری. آره آقا چاکر رفقا، ما بیدار شدیم حقیقتا. حال و حوصله ندارم، میخوام برم دیگه دوچرخه سواری. هوا میذاره ابری. ها؟ دوچرخه دارم خودم. اکسترا باره کی جا؟ نه بابا اون که حال نرکاب بزنیم. این با من بیاد فقط با جنگل بزنم بغل اینو اینجا سیخ بزنم اینو. مهدی میگه که میخوای بری دوچرخه سواری. من دوچرخه خودم دارم. تمام بچه‌ها دوچرخه روش خاویار و چیز الماس دوچرخه من. رویز آره. شیخ رؤوف دایی مهدی به من کادو اینو داد. تو عربستان قهرمان شدیم. میگه با دختره اگه میخوای دوستت بری یه دوچرخه اضافه است. گفتم اونو ما بگیریم باید بریم خرسماشا وسط جنگل باید پارک بکنیم. یا پارس خزر رو ببین. پارس خزر نیست هست؟ پارسه. چند درجه چند بود بذاری؟ تدیگه دیگه، اینا رنگای تدیگشه. آره دیگه میچرخونی ایزی، این گرم نگهش میداره، بقیه این دیگه بر اساس رنگی که میخوای همونقدر. پای پروردگار رو نگاه کن. اینو باز این یکی رو ببریم مهدی. یکی رو ببریم. چرخیاتی رو آوردی؟ نه معلوم نیست. الان داره فیلم میگیره. خب با پشت سر من عقب‌تر بیا نچسب به من که قد کلمون معلوم شده. اصلا آقا اینجا پارکینگ دوچرخه است. باید اینجا نقطه هم نکنیم وسط هم. کدوم میدونی اصلا کدوم دوچرخته؟ یا آقا الفاس وایسیم چجوریه این باید وایس. نه اینو آره بذار امین صدا کنم بیاد اینو بگیریم. این که پر اصلاحشو کن تو جان. One of the best mechanic in town, Amin Al-Baghdadi, my brother. What's your last name, Amin? Faiz. Faiz. Where are you from, Amin? Actually, I'm from Palestine. Palestine. Yeah, but I live in Jordan. آره پالستینه ولی جردن اردن زندگی میکنه. اردن. Right? Is اردن, right? Yeah. Jordan. مهدی هم که بچه ها میدونی که 7 سونامی 7 غشایی. ببخشید ساری. مهدی جان یه دوربین رو نگه دار برادر. این همینجور بگی داره میگیره الان. باید بیا اونجا جلوتر نور است بذار قشنگ معلوم میشه. از منم بگی برو عقب‌تر. ما رو گایدی فیلم ببینیم. گیز داره تو پولمون. برو بایستا بیشه؟ برو بید نزدیکش؟ یه عکس بگیریم. یه عکس هم بگیریم. آقا مهدی ما رفتیم. بای بای. بای بای. بارون نگیره. سعید. سعید نیست که جمشیده. What's up bro? آخه
خدا شکر دلای به امید تو. حاجی بارون هم داره میاد، آیسی داره میره برای خودش کسچرخ. این ولی اصلا نبود میرفتم که این ولی نبود، اشتباه اومدم برم اون بر. آقا یه چند تا عکس الان پایه آوردم، خودم تنهایی هم دیگه. اوه شت، ماشین زد. اوه چه بارونی گرفت. یه چند تا عکس گرفتم، یکی مهدی گرفت، یه چند تا میخوام اینجا تو این چمنزارا بگیرم. این عکس رو میخوام پست بکنم فردا. آره عاشق طبیعت گردی هم. آب آوردم و اینا تو ماشین، برم طبیعت اینجا بشینم یه ذره برای خودم آب بخورم و دوچرخه رو پارک کنم. حال ندارم حاجی، حال ندارم یعنی حالم خوبه که حال ندارم. وای آیسان چقدر تو کسکیجه میدی به ازدهام. کسکش آخر حال داری یا نداری؟ نه ندارم. اوکی بس برو جام، برگای پاییزی بریز. اینجا رو نگاه بکنید. من شما خوشتون میاد چوب مو بینا میبینی پلو. آره خیلی زور زدم آقا راستی. من نتونستم اون تلنتی که ببین من آخه نمیخوام الکی یکی رو بیارم جلوی 100,000 نفر کس شعر تفت بده. میدونی چی بهت میگم؟ میخوام یه چیزی باشه که به درد ما بخوره، بشه استفاده درستی ازش کرد. حالا عجله ای نیست که، حالا منم هستم شما هم هستین دیگه. آره آره اینجوری. اینجا رو بچه قشنگه. وای پل سرات اومدیم تو دروازه. بیا ام کلثوم هم اینجاست که هدبند اینه بکنم. ایرانی آقا به خدا ایرانی. آره بابا ایرانی بود. شت خدا کنه منو فالو نکنه نشنیده باشه. جان دو چرخه خلاص داره میره خوده شیر مرد. باید دست بلند بکنم برای این مثل آمریکایی ها. خسته نباشیم قربونت. کیلش حساب نکرد دمت گرم. گوشی مخیز شد. آخه این بره به طور من نمیخوره اینجا. اینو ببرم این رون پایینه بکنم بخورم. خسته شدم آجی. ول کن خارج دنگ بزنیم آژانس بیاد ما رو بره خونه. برم تو گندمزار الان. واو گندمزارا. این شلواره که من انقدر کوتاه فکر میکنم من کونی هم این موقع. خیلی انقدر حاجی حالم خوب شد. یه 20 دقیقه رکاب زدم رسیدم اینجا. من دیگه دارم داداش اینجا برای خودم میچرخم دیگه. دوچرخه سواری من بدک نیست. این دوچرخه کمک نه از این دندهیاز. چند تا میدی جلوی خوکموک خارکسته موقع میگم فقط اینجا نه همینجا باید پیکنیک بکنم دیگه. آقا فردا یه عکس میخوام بذارم خیلی قشنگ شد از همین دوچرخه اینا. واو جنگلای آمازون. اینجا خراب بشه چوری باید آدرس بدیم بیان دنبالمون. ای داد بیدا هیچ جا. خب باورتون میشه ته دنیا همینه، آخرش همینه داشتی. همین 4 تا اوه افتادم. اوه عجب گل و شلیه اینجا. بی خود اومدم. اینجا یه جوجه با خودت می آوردی تنها. آخه کسکش اومدی اینجا چیکار کنی؟ آقا الان تو رو یه موقع اینجا جنی منی آقا چیزی تو رو بزنه. آقا نمیگن این کسکش تنهایی رفت تو جنگل چیکار؟ یا پیغمبر
ای داده بیداد، این که نمیشه دوچرخه رفت پایین. این که کدوم ولی باید بریم حالا. وای خدای من، اینجا کجاست؟ خدایا ما رو کسگیر آوردی، سر یه سرایی گذاشتی منو. کدوم راه رو انتخاب کنم برای موفقیت؟ آیسان همینو برو. وای یواش، وای این خیلی تنده. ای خدا، یا ابوالفضل، یا پیغمبر. اوه فاک. جای همه رفقا خالی. این دوچرخه حاجی مالی نی. این فکر کنم سوار نشدیم، زنجیر منجیرش همه میبینی صدا میده. فکر کنم همینجا ما رو بذاره الان. اوه مای گاد، یعنی چی؟ میشنوی؟ $2000 آقا چرا گرفتی؟ خریدی که سوار نشد که این خراب شد آخه. حالا غور وسط جنگل خیلی حال میده آجی، حالم خوش شد. اون دوستم خودش رفت پیاده روی برای خودش. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، منو ول کن دیگه. الان بذار من تو جنگلای تانزانیا برای خودم کس چرخ بزنم. گفت باشه کسکش برو. گفتم باشه میرم. آجی یه چیزی بهتون بگم، حالا من خودم اینو تازه فهمیدم، حالا به شما میگم. اصلا انقدر حالت خوب میشه، یعنی جدا میشه مغزت اصلا از کس و شراتی که اصلا ارزشی نداره. داداشی حواستو باید پرت کنی دیگه. حواستو پرت نکنی کلات پس معرکه است. حواستو باید پرت بکنی. الان مثلا اینجا گل بود، گلی نشم، اونوری نشم، اینوری نشم. اوضاع جالب نی دیگه حاجی. میبینی که میخوابی بیدار، اصلا معلوم نیست چه اتفاقایی داره میفته حاجی. والله به خدا قسم. ای خدا، تمام گل خالی شدم. ای بابا این چه عنی. حالا اینجا اوه تخممون شد. اوه شت فاک. اوه شت برو. این دوچرخه چرا به کیر رفته برو؟ اینجا ها کجاست اومدیم؟ چه گلو شدیه. فاک اینجا رو که اصلا نمیشه رفت بالا. وایسا بزن بغل پیاده. گله خالی شدم. هر کس آبت داره میاد. چیه آو؟ یا خدا. این دوچرخه پدالش کسکش رو سفته. وای اینجا دیگه بذار من پیاده شم آجی. به کیر میریم الان. یا پیغمبر. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم که به کیر نرویم.
آفتابم در اومد. گشنم هستی چی نخوردم، خیلی گشنمه. این چیه؟ یا علی شت. کسی انقدر دیشب تکیلا خوردن صدای قاطر در میارن. کیر خر کسیش بگیرم هر دو اینا رو ببرم خرسموشو الان. اینجاش خیلی قشنگه آجی، میخوام شما هم ببینین دیگه. اصلا یه جنگل رین فورست من، یعنی جنگل انبوه شد اصلا. یا منم با دوچرخه برای خودم اینجا کس چرخ تنهایی. وای اونجا عکس بگیرم. این چیه خورخوسته اونجا که او اینجا شیرابه های کذایی برای کرالته بچه ها. باید برم از اینجا. اینجا جای کرالته، جای ما نیست. آب و کسکش چرا انداختی؟ بذار بردارم اینا، از این ظرف رو بردارم خودم ببرم آجی. من از من شروع میشه. شاش نباشی فقط. من بیرون کیفم. غلقه گرفتم. ای خدا، ای خدا وایسا. چون جا حالی میده. آخه خیلی چسبید به من. دوچرخه بهتر بود بخرم بابا. من حال میکنم با اینجاها. مثلا همین الان دیگه اینجا هم فهمیدم چی جوریه. اینجا مثل که سلمیل اومده باد آب برده، بعد اینجا همش تریل، این راههای چیزه، هم از این راههای دوچرخه سواری زیاد. آره ولی این دوچرخه من خارکوسه مالی نیست. اینی گذاشتم یه دونه گوش آهنگ گوش بدم و تریلی پشت سر اومد بشنوم. آره یکی دو تا عکس گرفتم، فردا میذارم. خیلی این اینکاست دیگه، گوشنگی دارم میمیرم. این دوچرخه این سربالایی ها رو بالا نمیره چون این دنده نرمش مال نیست. تق تق صدا میده، نمیدونم به خاطر چیه. نمیخوام زیاد تق تق بکنم، میترسم یهو تقش تر بره. اینجا خیلی قشنگه حاجی دیگه. حال کردم اومدم. از دوچرخه سواری خسته شدم، دارم راه میرم. اینجا رو ببین چی گذاشتن. اینو گذاشتن که این دوچرخه ها چه خواهی دارن. میرم بالا از اینجا. ما با دستم نمیتونیم اینو بریم بالا اینجوری.
ببینی بابا این با دست و پای آدم میشکنه و این چی آخه. آقا من دیگه ویدیو نمیگیرم دیگه، برم خونه. این بنده خدا منتظر منه بابا. من اینجا اومدم من تمام گل و شل و ببینی ساقو نگاه کن، گل ببین ساقو بگی بیا. آره دیگه فعلا آقا قربونت. آجی اینو دلم نیومد بهتون نشون بدم. این یکی از این رستوران‌های باحال هیوستنه. میان اونجا میشینن اون پایین. نه ببخشید این خونه مردمه بابا. نه شبیه اون بود. این خونه شه. یه خونه ای داره. این سلبیات که خواهر صاحب بچه گایده است که. خب نه دیگه ما اگه بتونیم اون سطح ها رو بتونیم 6.5 متر بکشیم، بعد رئیس اداره آب با افتتاحیه بخواد با مدیر عامل علوم بخوام بیان، خب سطح ها زه کشی میشن، میتونی سنت چکنش رو از زیر بکشی زرد جلو، دیگه آب نمیره تو خونه. حال کردی؟ چند تا ارگان درگیر کردم به خاطر سطح کشی. حال کنین. حاجی داشتم این مسیر رو می اومدم به اون مسیر پیاده، بعد یهو اینو دیدم. این الان داره کجا میره؟ این تو آمریکا چی کار میکنه؟ من این دیگه احتمال داره تا آخر عمرم دیگه رو نبینیم بچه ها. برو به سلامت، مواظب خودت باش. کون پاره نزنی نیش ما رو روز آخر. او آلوغ غارکسه آلوغی باشه شیرمرد. نرم روش رفت. کار باش نرین، آرزوهاتون رو بگین. این داره میبره الان. خداحافظ. ما رفتیم. آقا من دیگه به دوچرخه سوار شدم، اینجا تخته دیگه، به گازش بگیرم برم. قربانت یا علی. خداحافظ.